جوانان امروزه نسبت به دوره جوانان شوروی کو با پورگی فرق میکنن. عجلی خستن شیشتن رفتار گفتار با پورگی. یا جوان امروزه مغازه عطریات رو اومده. عطر خریفته فقط یگان دخی خر بوده که بوی حیوان کنه. دیدی چی؟ با جوانای دوره پیش دختر به دست آوردن یگان شعر میخوندن، دو بیتی روبایی میخوندن. حاضر جوانای یگان دختره که زیبا بینه بدن چی میگه؟ جان تو خری منی. من حیران جوان آمدم. نکو ما همیشه خطی خانه و عال اولا با ابدی کپ بزنم. فقط ابدی کپ بزنم. ابدی. ابدی؟ ابدی. تو خدا رحمتی می ابدی میگی؟ چی با؟ ادبی. هم ادبی ابدی فرق نداره کاکا. چیه اون مرده که یوانی بارینی چی بلا؟ یک مثلا یوانی همراه کمپینش بازار در اومده است. بخش بسمانی در میلادی خریدگیری در اومده که یک جوان حاضر از زمانده متاسفانه هستن بازش نمیخونن. ماهی فروخته هستن. طرف مثلا چه بابا ماهی دبیو، ماهی سویش دبیو، ماهی سویش دبیو. مثلا یوانی اومده خرید کمپینش تو چی خدمت میزنی؟ در بازارش ما بغل من دیگه اشکته بابا ماهی دبیو. چی میگی؟ ماهی فروش بابا ماهی سویش یا بی سویشی. با مثلا چه تو بدون سیویجی مال فروش دست که آخی نبینی میجنبه مسابقه دیوانی شروع بچه بیادک ساده منم کمپیر منم میجنبه یک سیویجی نیستم یکی روز من خانه رفتم که کمش کنم تنها بیزنم گفتم زنک تو عزیزی دلی مایی تو در جیگری مایی گفتم در جیگری مایی تو در جیگری مایی زنم تنها خندیده گفت در 15 سال حیات زندگی بار اول خدر مهربانی نسبتی ما میکنی ما گفتم همیشه طرف شما با نسبت خوب احترام نکنم تو در جیگری مایی گفت آخه کی تو فهمیدی که اگه قدر منم مهربانی میکنی تو منم میگی تو در جیگری مایی گفتم من نمیدونم همین سعی رفتم با دکتر خانه انا اوزی کردم اما اوزی طرف همین سوسن ندیدم بعد طرف ممکن در جیگرت کل مایی